روی 12 ساده تنظیم کرد دیگه، کانتور که تنظیم نکردی. خب الان این ارتفاع والبال داری میبینی؟ آره 2 متر و 75. از بالا قشنگ گرفتی؟ 2 متر بالا. بله تا زیر چسب. باکس رو باید بگیری؟ 6 باکس 60 سانت. این هم اینجا 60 سانت بس از اینجا نماره گرفتم. 60 گرفتی؟ بله توپو بگیر. گرفتم. هالتر 20 کیلوگرم، هالتر 20، پلیت 15، پلیت 15، توپ و تناب. مینو سفرزاده هستم، مسابقات آیلند گیمز، تست 2 رده اینترمدییت. چند تا شروع داری؟ 3 ثانیه یا 5 ثانیه؟ 10 ثانیه. 10 ثانیه. 10 تا داشتم. یک سی 37 47 آره 50 5 نه باکس جامپ مگه نیستی؟ سریع صاف 1 2 3 4 5 6 7 سرعتتو بیشتر کن 8 ضربه بزن برای صاف شدن 9 وای نساز تا صاف شدی برگرد 10 11 12 13 14 15 برو وای نستا بعدش نفس میگیری 16 تایی بری که خراب نکن 17 18 19 20 برو ماشاءالله 21 22 23 24 برو میتونی 25 صاف شو قشنگ 26 برو ماشاءالله 27 مکس نکن 28 29 صاف شو 30 5 تای دیگه 31 32 33 34 35 برو نفس بگیر
اسکوات بعد پرتاب، اسکوات بعد پرتاب. 1 برو پایین. مینو نمیشمارم، همش پایین نیستی. 2 3 پایین تر. آها این پایینه. 4 5 6 7 پایین. 8 زیر بود. 9 10 نفس. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 شروع. اسکوات اول. 11 12 پایین تر بشین. 13 14 15 5 4 3 2 1 تایم 4:30. آره خدا نفس شروع کن. اسکوات پرتش کن از بالا. 1 اسکوات اسکوات پرت کن. 2 برو ماشاءالله. اسکوات. 3 نفس. برو ماشاءالله. اسکوات. 4 نفس. سلام خوبی. اسکوات پرتاب. 5 اسکوات پرتاب. 6 ماشاءالله. 4 تا دیگه. اسکوات پرتاب. 7 6 دقیقه. نصف تایمت رفت. 3 تای دیگه داری. برو ماشاءالله. اسکوات پرتاب. 8 2 تای دیگه. ماشاءالله رفتی. اسکوات. برو بشین 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 بشین. میتونی. بکش بالا بکش بالا بالا بالا. مرسی. 9 یه دونه دیگه داری مینو. ماشاءالله. جمع کن. توانو جمع کن. نفس عمیق. پا رو کم آزاد کن. آماده باش. اسکوات زیرگیری بعدی نمونی. برو ماشاءالله. برو برو. رفتی. بکش زیر. برو اسکوات. عالی. تمام. پرتاب کن. بنداز بره آخر. بنداز بره آخر تو دست و پا نباشه. آره 10 تا شد. هولش بده بره آخر دیگه. با اون کاری نداری. یک 2 3 4 5 حالا میتونی با مکس بری. قشنگ نفس تو بگیر. اون بالا نفس بگیر. تو صاف شدن نفس بگیر. بپر بالا نفس بگیر. اینجا نفس بگیر. صاف شو. 6 بعد آروم برگرد کن. 7 عالی. 8 9 10 5 تا دیگه. برو ماشاءالله. 11
12 13 14 یه دونه دیگه 15 مرسی برو بالبال نفس همچه زمانم چقدر 8 تا 45 ثانیه سر 9 شروع کن 10 ثانیه دیگه 5 4 3 2 1 بردار توپ اسکوات اول نه اسکوات اول گوش کن به من شمرده نمیشه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بالای خط بنداز اول اسکوات ببین انرژی تو خراب میکنی ها 1 لگن بره پایین 2 3 بالای خط هدف گیری کن 13 10 دقیقه 2 دقیقه دیگه داری برو به دبل برسی اسکوات 14 لگن بیاد پایین الکی یا با اسکوات خطا میدی یا با پرتاب ناقص 14 تا انرژی تو ذخیره کن اسکوات کامل رو بزن یه اسکوات کامل بزنی پرتاب کنی بهتر از اینکه نصف نیمه خطا بدی برو شروع کن اسکوات نه اون اسکوات نیست دست باید بالا باشه 1 لگن پایین 16 17 18 19 20 15 تا دیگه 1 دقیقه وقت داری برو والیبال تموم شه توپو بردار بین راه حالت کلین اسکوات بزن یا کامل بیا بالا اسکوات بزن از رو زمین نمیتونی اسکوات بزنی 16 22 23 24 25 10 تا دیگه 45 ثانیه وقت داری برو 10 تا تو تموم کن اسکوات 10 9 8 7 6 برو 30 ثانیه وقت داری نه اون قبول نبود 5 برو 4 تا دیگه دست پایین نیفته 4 3 2 1 بیا سری برو 10 ثانیه دبل سری برو دبل جلو بنداز خودتو 5 ثانیه